سلام. امروز قراره با هم یاد بگیریم چطوری پوست انار رو خشک کنیم، پودرش کنیم و تبدیلش کنیم به یک پودر جادویی که برای دمنوش عالیه. حتما شما هم بعد از خوردن انار پوستش رو دور میریزید، درسته؟ ولی میدونستید پوست انار یکی از مفیدترین چیزها برای پوست و حتی کاهش وزنه؟ اول پوست انارا رو میشوریم، بعد از اینکه دونشون کردیم رطوبتش رو میگیریم و اگه آفتاب دارید میتونید 2-3 ساعت زیر آفتاب خشکش کنید. اگر نه مثل من میتونید توی سینی فر پهنش کنید و با حرارت خیلی کم 70 تا 100 درجه حدود نیم ساعت تا 1 ساعت هی بعد چکش کنید تا قشنگ حسابی خشک بشه. تیکه های بزرگش هم میتونید کوچیکش کنید که سریعتر خشک بشن. و میره توی فر. من اینجا بعد از نیم ساعت چکش کردم، دیدم هنوز اون مقداری که بعد خشک بشه خشک نشده بود، دوباره یه نیم ساعت دیگه گذاشتم. وقتی کاملا خشک شد با آسیاب یا غذاساز پودرشون میکنیم. من چون تیکه هاش درشت بود اول توی غذاساز تیکه هاشو کوچیک‌تر کردم و بعد توی آسیاب که ادویه ها رو خورد میکنیم ریختم که قشنگ حسابی پودر بشه. این پودر هم برای پاکسازی پوست، هم چربی سوزی، هم تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی مفیده و از همه مهمتر خونگی و گیاهیه. خب من اول با میکسر یا همون غذاساز به تیکه های کوچکتر تقسیمش کردم و بعد ریختم توی آسیاب که پودر بشه. ببین چه پودر خوش رنگی شد. این پودر رو میتونید در ظرف در بسته و خشک نگهداری کنید. کاربرد این پودر چیه؟ همونجور که گفتم برای دمنوش با عسل و ماسک ضد جوش و روشن کننده صورت، کاهش چربی خون و چربی شکم، کمک به لاغری و کاهش اشتها، دمنوش ضد سرماخوردگی و ضد سم، تقویت سیستم ایمنی. همین پودر خوش رنگ این همه کار رو میتونه انجام بده براتون. حالا که پودر پوست انارمون آماده شد، بیایم با هم یه دمنوش خوشمزه درست کنیم. یه قاشق مرباخوری پودر پوست انار به همراه آب جوش رو داخل لیوان یا قوری میریزیم. اگه دوست داشتیم میتونید یه قاشق غذاخوری هم عسل بهش اضافه کنیم و 5 تا 10 دقیقه میذاریم دم بکشه. یه دمنوش خوش عطر، خوش رنگ و خوش طعم میده بهمون. میتونی اسمشو بذاری دمنوش زیبایی و سمزدا. بعد از 10 دقیقه هم آماده است و میتونید نوش جان کنین. امیدوارم که از این دستورم خوشتون اومده باشه و درست کنین و از مزهش لذت ببرین. نوش جان. و حالا برای درست کردن ماسک صورتش یه قاشق مرباخوری پودر پوست انار رو به همراه یک قاشق ماست یا گلاب مخلوط میکنیم تا به یه خمیر یک دست و نرم تبدیل بشه. حالا من هم با گلاب براتون درست میکنم هم با ماست. اگر پوست چربی دارین میتونین با گلاب این کارو بکنین و اگر که پوستتون خشکه با ماست. به این صورت و میتونید بمالین روی پوست و به مدت 15 دقیقه روی پوست تمیز بمونه و بعد با آب ولرم بشورید. این ماسک هم پوستتون رو روشن‌تر میکنه و هم لکه ها و جوش های ریز رو از بین میبره. خاصیت لیفت و ضد چروکم داره و آنتی باکتریال و سفت کننده هم هست. حالا با ماست هم براتون درست کردم که ببینید بافتش چطوری میشه. به این صورت امیدوارم که این ماسکم درست کنید و ازش لذت ببرید.